سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال من. امروز با هم می‌خوایم یاد بگیریم که چه شکلی میشه که یه همچین انیمیشن کوتاهی رو با کمک نرم افزار 3D Studio Max و ونتیج ساخت. خب قدم اول این هستش که محیطمون رو آماده بکنیم و اون آبجکت هایی که نیاز به انیمیت هست رو کار بکنیم. محیطی که امروز من روش دارم کار میکنم محیط اورموشن هستش. محیط از محیط آماده اورموشن هست. اولین کاری که انجام میدم این هستش که در واقع هدفم این هستش که پنجره رو ببندم و یه حالتی از کامera رو جابجا بکنم و خورشید هم همزمان با اینا جابجا بشه. در نهایت چیزی حدود 4 ثانیه فکر میکنم که ویدیو مناسب باشه برای همچین کاری. خب ببینید پایین رو اگر به تایملاین پایین رو اگر نگاه بکنید، تایملاینی هستش که ما میتونیم کمک بگیریم ازش برای کار انیمیشن. خب الان روی 100 فریم پر ثانیه هستش، 100 فریم در ثانیه و اولین قدم این هستش که من این رو تنظیم بکنم بر اساس اون طول انیمیشنی که میخوام. میاد از این قسمت پایین تایم کانفیگوریشن و این رو به این حالت انیمیشن استارتش رو روی فریم 0 و اندش رو روی فریم 120 در نظر میگیرم. چرا؟ چون که فریم پر سکند من 30 هستش و اگر 4 ثانیه ویدیو بخوام از این انیمیشن داشته باشم میشه در نهایت 120. پس 0 تا 120 رو تنظیم میکنم و اوکی. خب الان اگر دقت بکنید پایین تایملاین من از 0 تا 120 تنظیم شد. خب کاری که باید انجام بدیم این هستش که حالا من یه بار محیط رو به شما نشون بدم. اگر پی رو بزنید و زد که نزدیک بشه میبینید که یه حجم خیلی ساده است. پنجره چند تا پنجره داره و کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که روی فریم 0 همین چیزی که هست باشه، ولی توی فریم 120 در انتهای ویدیو همه این پنجره ها میخوام بسته بشه و یه حالتی از حالا جابجایی کامera رو هم داشته باشیم و جابجایی این نور خورشیدی که این بالا هستش. خب بسیار عالی. الان تو این حالت من میام تنظیم میکنم، میگم که خب ببینید برای اینکه فعال بشه قسمت انیمیشن من اگر N رو بزنید پایین قرمز میشه، یا از این قسمت اتوکی رو فعال بکنید که به حالت قرمز در بیاد. خب فریم اول من که مشخص هست، میایید فریم آخر که فریم 120 هست، اینجا تغییراتتون رو اعمال میکنید، حالا هر تغییراتی که نیاز هستش داخل محیطتون انجام بشه و تماما روی این فریم آخر اینا خودشون اتوماتیک ذخیره میشن. خب کار اول این هستش که پنجره رو ببندم روی فریم 120. میام از این قسمت روتیشن کمک میگیرم. الان ببینید X روی -5 یه دونه از اینایی که حالت بسته داره کمک میگیرم، میبینم که این روی 50 هستش. پس این رو باید تبدیلش بکنم به حالت 50. ببینید اتوماتیک بسته شد. این روی C هم باید بشه 50. این روی C هستش، اینم تبدیلش میکنم به 50. -25 اینم تبدیل میشه به 50 و در نهایت این هم تبدیل میشه به 50. خب ببینید الان بسته شد همشون و اگر از پایین دقت بکنید ببینید این رو جابجاش بکنید ببینید که پنجره ها داره باز میشه و این فریم 0 ما بود و در نهایت وقتی به فریم 120 رسید پنجره ما بسته شد. خب قدم بعدی این هستش که در واقع الان پنجره ها انیمیشنشون تموم شده و گفتیم که میخوایم که حرکت کامera رو هم داشته باشیم همزمان. خب برای این حرکت کامera رو داشته باشیم من اگر دکمه C رو بزنم، دو تا کامera دارم داخل صحنم. کامرای 2 رو من میخوام، کامرایی که اول ویدیو دیدید. خب این شروع کار من هستش، ولی میخوام که روی فریم 120 کامرای من دیگه اینجا نباشه، کامرای من جابجا بشه. برای اینکه بهتر بتونید این رو کنترل بکنید میتونید برید از این قسمت حالت 2 فریم رو انتخاب بکنید، دوباره فریم سمت چپ C رو بزنید، کامرای 2 رو انتخاب بکنید. الان حالت وار فریم داره. اگر F3 رو بزنید از حالت وار فریم در میاد و اینو میارم کنار. شیفت به اضافه F رو هم بزنید، شو فریم رندر من رو نشون میده. الان این قسمت هم اگر یه T بزنید که تاپ هستش،
از بالا میتونید انتخاب بکنید کامراتون رو. حالا من میام از این قسمت روی کامرا و این کامرای من هستش. خب ببینید همچنان پله پایین من قرمز هست و الان اگر این رو جابجا بکنم اینجا میتونید تصویر رو ببینید، یعنی انتخاب بکنیم که به چه صورت هستش، مناسب هست یا نه، و در نهایت میتونیم که کامرا رو تو همون پوزیشن فیکسش بکنیم. خب من بر فرض مثال میخوام کامرای همچین حالتی داشته باشه که بیاد یه ذره جلوتر و حالا اون اتاق هم به صورت کامل دیده بشه. الان از پایین اگر چک بکنیم ببینید این حالت 0 من بود. وقتی که جابجا کردم روی فریم 120 اومد و کار من رو، یعنی اتاق من رو بیشتر داره نشون میده. کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه ذره بیارم جلوتر و کامرا تارگت رو، فقط تارگت رو یه ذره جابجاش بکنم، یه همچین چیزی. حالا یه بار دیگه چک میکنم که ببینم به چه صورت میشه. خب فریم 0 و در نهایت فریم 120 و فکر کنم مناسب هست. خب اینم از این. یه حالت انیمیت دیگه باقی میمونه، اونم برای نور خورشید هستش. روی 0 که تنظیم بود، روی فریم 120 میریم روی خورشید. الان نمیتونیم انتخاب بکنیم چون روی حالت کامرا هستش، میام روی حالت لایت و خورشید رو بر فرض مثال میخوام که از این پوزیشن منتقل بشه بیاد به یه همچین پوزیشن. خب الان اگر دقت بکنید ببینید خورشید داره جابجا میشه، کامرا داره جابجا میشه و همزمان هم دارن پنجره‌های من بسته میشن. خب بعد از اینکه محیطتون رو تنظیم کردید، یعنی فریم پایین رو تنظیم کردید و کارتون تمام شد، اگر دوباره دکمه N رو بزنید از این حالت انیمیت دیگه در میاد. یعنی اگر الان تغییراتی انجام دادید دیگه ذخیره نمیشه در حالت انیمیشن شما. و اگر الان دوباره این رو موو بکنید میبینید که همچنان این حالت انیمیت پایین مونده برای شما. خب میریم الان وارد نرم افزار ونتیج میشیم و ببینیم که به صورت ریل تایم داخل نرم افزار ونتیج به چه صورت دیده میشه صحنه من و شروع کنیم خیلی راحت و سریع با نرم افزار ونتیج این رو انیمیت کردن و سیو کردن انیمیشنش. خب کاری که باید انجام بدید این که نرم افزار ونتیج رو باز میکنید. خب و از این قسمت اینیشیت رو اگر بزنید لایف لینکش میکنه به داخل نرم افزار ونتیج و حتما قبلش از این قسمت نرم افزار ونتیج لایف لینک رو استارت سرور رو بزنید و این دکمه هم همیشه فعال باشه برای اینکه در واقع رندرینگ شما رو نشون بده. خب اگر از این قسمت پایین این فریم رو جابجا بکنید میبینید که داخل نرم افزار ونتیج هم همزمان به صورت ریل تایم داره جابجا میشه و پنجره های من بسته شد الان و همه چی همونجوری که میخواستم هست. فقط یه قضیه‌ای که احساس میکنم الان با دیدن این یه ذره باید جابجا بشه اینه که بیشتر باید فوکوس بشه روی پنجره ها و الان کامرا تارگت من خیلی پایین هستش. خب الان همین رو دوباره میام که تنظیم بکنم، یعنی میام دوباره از این قسمت، خب از حالت لایت در میرم رو حالت کامرا، دوباره پایین N رو فعالش میکنم، برمیگردم فریم اول که کامرا تنظیم شده بود. الان از این قسمت میتونید بیاید کامرا روش کلیک بکنید، سلکت کامرا تارگت رو بزنید و یه ذره بیارید کامرا تارگت رو بالاتر. حالا یه ایرادی هم که الان کامرای من داره اینه که خطای صاف نیست. برای اینکه خطای کامرای من خطای صافی بشه میام دوباره روی کامرا یه بار کلیک میکنم، سلکت کامرا رو میزنم و از ستینگ کامرا که حالا این یکی تب هست از اینجا نشون میدم بهتون، از ستینگ کامرا میتونید بیاید و گس ورتیکال تیلت رو بزنید یا اصلا اتوماتیک ورتیکال تیلت همین رو داشته باشید. خب الان کاری که باید انجام بدیم اینه که خب این قسمت الان تنظیم شد
دوباره پنجره داره بسته میشه، جابجا میشه و در نهایت اینجا هم میخوام یه ذره کامera تارگت من بره بالاتر. دوباره کامera تارگت رو انتخاب میکنم و این رو یه ذره دیگه میبرم بالاتر و همزمان هم دارم اینجا میبینم که چه تأثیری داره ایجاد میکنه کاری که دارم انجام میدم روی محیطم. حالا یه بار دیگه چک میکنیم پس این رو از فریم 120 تا فریم 0. خب فکر میکنم که الان کاری که دارم انجام میدم کار مناسبی هستش. دوباره این رو میذارم که از این حالت انیمیشن در بیاد. خب الان تقریبا کارمون تمام شده. فقط کاری که باید انجام بدیم این هستش که حالا میتونید که شما اینجا تنظیمات دیگه برای ونتیج بیارید که حالا تنظیماتش مفصل تر هستش که نمیخوایم الان. و برای اینکه انیمیت بکنید این کار رو همزمان با لایف لینک میتونید برید از این قسمت یه بار کلیک بکنید و توی تنظیماتش باید کامera رو انتخاب بکنید. استارت رو یعنی فریمتون رو از 0 شروع میشه تا فریم 120. بعد کیفیت رو مشخص میکنید. فعلا من روی 1080 تنظیم میکنم یا حتی میتونید که از این قسمت بزنید بر فرض مثال 1920 در 1080 و این تنظیم میشه. میتونید دوباره از این قسمت قفلش بکنید. دینویز داشته باشیم، only final، اوکی، reduce flickering و بقیه موارد. خب در نهایت کاری که انجام میدین اینه که این 120 فریم رو بر شما ذخیره میکنه داخل فولدری که انتخاب کردید و در نهایت ما باید این 120 فریم که حالا به صورت ایمیج یا حالا هرچی میایم و شروع میکنیم اینا رو ما میکسش میکنیم. حالا با پریمیر میکسش میکنیم یا کیاس پلیر میکسش میکنیم. خلاصه به شما این 120 فریم رو میده و شما میتونید که در نهایت خودتون میکسش بکنید. خب JPEG رو من انتخاب میکنم و یه پوش هم از قبل نظر گرفتم، دسکتاپ، تست انیمیشن و استارت رو میزنم. وقتی که استارت رو میزنید میره رو حالت رندرینگ پروگرس و شروع میکنه به رندر کردن کار شما و میبینید که الان نوشته فریم 1 از 121 رو داره میگیره و با منتظر باشید تا رندرینگ کارتون تمام بشه و در نهایت فریم های شما آماده است. خب کار رندرینگ ما تموم شده. اگر نگاه بکنید سیکونس اول من به این صورت هستش و سیکونس آخر من هم به همین صورت و رندرهای من دونه به دونه گرفته شده و فریم به فریم کار من ذخیره شده. الان کاری که باید انجام بدید برای اینکه این رو به صورت به فرمت فیلم در بیارید، حالا یا باید با کیاس پلیر کار بکنید یا حالا امروز میخوام که روشش رو توی پریمیر بهتون بگم. وارد افزار پریمیر میشید، توی قسمت ایمپورت مدیا کلیک راست ایمپورت و پوشه سیکونس هاتون رو برمی‌دارید. سیکونس اول رو من انتخاب میکنم. حتما حواستون باشه که این قسمت ایمیج سیکونس من تیک خورده باشه و اوکی. الان وارد اینجا میشه. ببینید خود ویدیو هم داره پلی میشه. اگر درگ دراپ بکنم داخل پروژم و اگر الان دقت بکنید ببینید که اون سیکونس های من تبدیل به ویدیو شده و کافیه که اکسپورت بگیرید و نتیجه کار رو هم الان دارید مشاهده میکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایکش بکنید و کانال من رو سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. خدا نگهدار.